رویکرد طالبان در برابر شیعیان، برگزاری مراسم عاشورا در روضه منسوب به حضرت علی در مزار شریف منع شد. امنیت شیعیان زیر پرچم طالبان. جبهه مقاومت میگوید که حمله بر شیعیان از سوی طالبان صورت میگیرد. از فرش سرخ تا دل سیاه. معاون وزیر خارجه نروژ میگوید که از طالبان ناامید شده است و خواست 24 سال بعد از جمهوری اسلامی از امارت اسلامی. ایران خواستار مجازات عاملان قتل دیپلماتان این کشور در مزار شریف شد. به نام خدا و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. منابع محلی در ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند که طالبان مانع برگزاری مراسم 10 محرم عاشورا در روضه سخی و جاده‌های شهر مزار شریف شدند. با گفته منابع طالبان دلیل این اقدام را تهدید امنیتی گفته است. مسئولان محلی طالبان گفتند که مراسم محرم تنها در مسجدها برگزار شود. پیش از این هر سال مراسم عاشورا در مزار شریف در روضه سخی برگزار میشد. این در حالی است که در 2 روز گذشته عزاداران محرم در کابل هدف حمله‌های انفجاری قرار گرفتند. منابع می‌افزایند که طالبان مانع برگزاری مراسم محرم در جاده‌های شهر مزار شریف نیز شدند. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته بود که تعطیلی روز عاشورا از تقویم افغانستان حذف شده است. این تصمیم طالبان با انتقاد تند شهروندان افغانستان به ویژه شیعیان مواجه شد. در سالهای اخیر روز عاشورا در تقویم رسمی افغانستان تعطیلی عمومی بود. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت گفته است که حمله‌های خونین 2 روز گذشته در غرب کابل از سوی طالبان طرح‌ریزی و عملی شده است. آقای احمدی امروز یکشنبه 16 اسد در توییت نگاشته حمله‌های 2 روز پسین و خونین بر برادران شیعیمان از سوی بدرالدین حسنزی، یکی از سرکرده‌های پیشین شبکه حملات بمب‌های کنار جاده‌ای و شماری از قماندان‌های موظف در وزارت دفاع گروه طالبان در مقر قطعات عمری در کابل برنامه‌ریزی و پس از آن عملی شده است. سخنگوی جبهه مقاومت با ابراز همدردی با خانواده قربانیان حمله‌های اخیر افزوده این هموطنان ما از سوی عوامل افراطی در درون گروه طالبان اشغالگر بسیار مظلومانه به خاک و خون کشانیده شدند. این ادعای جبهه مقاومت در حالی است که داعش مسئولیت حمله‌های اخیر در غرب کابل را بر عهده گرفته است، اما طالبان همواره ادعا می‌کنند که داعش در افغانستان سرکوب شده است. ایوین وات پیترسون معاون وزیر امور خارجه نروژ به روزنامه داگ بلاده با اشاره به کشته شدن ایمان الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل گفته است که با توجه بر اینکه ظواهری در کابل بود نشان می‌دهد که علیرغم وعده‌های طالبان مبنی بر عدم تبدیلی افغانستان به پناهگاه سازمان‌های تروریستی جهانی هنوز تماس میان آنها و القاعده وجود دارد. پیترسون افزوده اکنون تحولات در افغانستان به ویژه وقتی پای حقوق بشر به میان میآید همه شاهد هستیم که مسیر اشتباهی را طی می‌کند. او با اشاره به رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان گفته که نقض حقوق زنان و دختران مثال واضحی است که نشان می‌دهد طالبان مسیر اشتباهی را طی می‌کنند. وزیر خارجه نروژ اضافه کرده اگرچه ما تعجب نمی‌کنیم اما از طالبان ناامید شده‌ایم. وزیر خارجه نروژ اضافه کرده که این کشور از طالبان ناامید شده زیرا سرکرده القاعده در زمان کشته شدن توسط ایالات متحده در کابل بوده است. این ناامیدی مقام ارشد وزارت خارجه نروژ در حالی مطرح می شود که با وجود انتقادهای گسترده این کشور در جنوری سال گذشته میلادی اولین کشور اروپایی بود که از یک هیئت طالبان میزبانی کرد. روز دوشنبه عبده اسد برابر است با 24مین سالگرد قتل دیپلماتان ایرانی در کنسولگری این کشور در شهر مزار شریف. سفارت ایران در کابل روز یکشنبه 16 اسد در توییت با نشر عکس دیپلماتان کشته شده از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده است. سفارت ایران همچنان خواستار شناسایی و مجازات عاملان حمله بر کنسولگری این کشور در شهر مزار شریف شده است. پس از تسلط طالبان بر شهر مزار شریف در سال 1377 شماری از مردان مسلح با حمله بر کنسولگری ایران در شهر مزار شریف مرکزی ولایت بلخ 10 دیپلمات و یک روزنامه‌نگار ایرانی را کشتند. طالبان در آن زمان دست داشتند در این رویداد را رد کردند و آن را کار گروه‌های غیر مسئول دانستند.